واقعا داشتم به این مسئله فکر میکردم که چرا همدیگه پیدا کردیم. خیلی وقت بود که راجعش فکر میکردم. به نظر من واقعا هیچ اتفاقی پیش نمیاد. ما هممون یه جورایی یه ضمیر تشنه داریم و این ضمیر تشنه دنبال آبه. واقعا ظرفیت افراد و اون تواناییشون به میزان این تشنگی که دارن، چقدر تشنه باشن قطعاً آبو پیدا میکنن. ما یه زمانی که باید درس با هم بودن و کنار هم بودن و یکی بودن رو میخوندیم و امتحان میدادیم، متاسفانه مشروط شدیم و این مشروط شدن بسیار سنگین بود. بعدش خب دوران طولانی بود، پستی و بلندی های زیادی بود، سختی های زیادی گذشت تا رسیده و واقعا به قیمت خیلی زیاد، شاید به قیمت گم کردن خیلی از همکلاسی ها به شکل‌های مختلف. ولی دوباره الان وقتش شده که یه بار دیگه این درس رو بخونیم و امتحان بدیم و امیدوارم این دفعه مشروط نشیم. درسی که با هم بودن، یکی بودن، قبول همدیگه با هر فکر، هر ایده، هر گذشته، هر آینده و این که بدونیم شاید دموکراسی واقعی یا همزیستی واقعی حتی اقلیت و اکثریت نمیشناسه. همه حق دارن، باید حق همه رو به جا آورد و از همه کمک گرفت تا همه با هم بتونیم بالاخره هر کسی یه گوشه ای از این مملکت بگیره و بلند بکنیم و یه بار دیگه این درس رو امتحان بدیم. من فکر میکنم بیشتر منظور همین.